من این مدت پیام‌های زیادی از بچه‌ها میگیرم که میپرسن فلان سرتیفیکیت ارزش اینو داره بگیریم، یا مثلا فلان جا مدرک میده ارزششو داره بگیرم بذارم تو رزومم، یا مثلا فلان سایت یا فلان مؤسسه یه سرتیفیکیت میده، این سرتیفیکیت ارزشمنده که برم بگیرمش و توی پروفایلم بذارم. من توی این ویدیو نمیخوام بگم که برین مثلا سرتیفیکیت X و Y رو بگیرین خوبن، من اصلا آدم مدرک‌گرایی نیستم، اما میخوام چیزی رو به شما توی این ویدیو یاد بدم که شما هر نوع سرتیفیکیتی رو بگیرین و توی این نمودار بذارین میتونین متوجه بشین که آیا این سرتیفیکیت یه سرتیفیکیت ارزشمنده، یه مدرکی که واقعا ارزشی رو به رزومه یا پروفایل شما اضافه میکنه یا نه. پس اگه به این موضوع علاقه‌مندین تو ادامه این ویدیو همراه من باشین. سلام، من بابی هستم از بابی.کلاد و تو این کانال هر پنجشنبه محتواهایی در زمینه مهندسی نرم افزار میذارم. اگه به این سبک از محتوا علاقه‌مندین خیلی خوشحالم میکنین که این کانال رو سابسکرایب کنین و اون دکمه زنگوله رو بزنین که محض اینکه محتوای جدید گذاشتم تشریف بیارین و ببینین. و اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. خب بریم سراغ اصل موضوع. اول از همه من اینجا یک اسلاید رو گذاشتم که نوشته شده A certificate becomes less significant when skills are absent. و هدف من اینه که بگم مدرک‌گرا نباشیم، این که صرفاً کلی مدرک داشته باشیم معمولاً فایده‌ای نداره و در نهایت اون چیزی که مهمه مهارت انجام اون کاره. اگر مهارت وجود داشته باشه خیلی از اوقات اون مدرک ارزش خاصی رو نداره، اما در یک سری از شرایط مدارک اون سرتیفیکیت هایی که حالا ما میگیریم توی رزومه یا پروفایلمون میذاریم ارزشمند هستن و باعث یه سری از فایده ها میشن. این فایده ها رو در انتهای ویدیو میگم، اما اول از همه میخوایم بریم سراغ این که چه مدارکی میتونه ارزشمند باشه. من اینجا یک نموداری رو آوردم که تحت عنوان Certification Competence Correlation شناخته میشه که اگه بخوایم ترجمهش کنیم میشه همبستگی شایستگی مدارک. یعنی وقتی یه مدرکی وجود داره یک همبستگی شایستگی هم براش باید وجود داشته باشه. این شکلی که من اینجا گذاشتم ریفرنس هم آقای مارتین فالر هست که اگه میخواین اصل مقاله رو بخونین میتونین وارد سایت martinfaller.com بشین. این نمودار به همراه یه سری توضیحات اینجا وجود داره و من تو این ویدیو سعی میکنم اینو به زبان ساده خدمت شما عزیزان بگم. و مارتین فالر هم که اگه تو حوزه نرم افزار و برنامه‌نویسی کار میکنین احتمالاً میشناسین، یکی از کاردرستای این حوزه هست و خیلی جا بهش رفرنس داده میشه. حالا من این نمودار رو الان نمیخوام توضیح بدم، میخوام اول بشکنمش به قسمت‌های کوچیک‌تر، راجع بهش صحبت کنیم، بعد برگردیم سراغ این نمودار. ببینید در یک دنیای ایدئال چه اتفاقی میفته. در یک دنیای ایدئال اتفاقی که میفته اینه که ما اینجا دو تا قسمت داریم، کامپتنت یعنی افرادی که شایستگی دارن و این کامپتنت افرادی که شایستگی ندارن و همچنین افرادی که سرتیفاید شدن و افرادی که سرتیفاید نشدن. توی یه دنیای ایدئال اینجوریه که میگیم خب تمام کسایی که اینجا وجود دارن شایستگی انجام اون کار رو هم دارن و همچنین سرتیفاید شده هستن. یعنی ما میتونیم بگیم هر کسی که سرتیفاید شده و مدرک داره شایستگی انجام اون کار رو هم داره. و همچنین اتفاق دیگه که میفته اینه که هر کسی که سرتیفاید نشده شایستگی انجام اون کار رو هم نداره. حالا من یکم دارم این شکلا رو بد میکشم ولی منظور همچین چیزیه. یعنی ما یه سری آدما اینجا داریم که مدرک ندارن شایستگی هم ندارن و همچنین یه سری آدما اینجا داریم که شایستگی دارن مدرک هم دارن. این میشه یک دنیای کاملا ایدئال که میتونیم بگیم آقا هر کسی که این مدرک رو داره شایستگی انجام اون کارم داره، هر کی نداره شایستگی نداره. ولی از اونجایی که دنیای واقعی با دنیای ایدئال خیلی اوقات فرق میکنه، در دنیای واقعی این اتفاق نمیافته. در دنیای واقعی یه مقدار این نمودار متفاوت میشه و به این شکل میشه. حالا در دنیای واقعی چه اتفاقی میافته؟ توی دنیای واقعی خب همچنان این دو قسمت وجود دارن، یعنی افرادی که هم شایستگی دارن هم اون مدرک رو دارن و افرادی که شایستگی ندارن مدرک هم ندارن. ولی دو تا قسمت دیگه توی دنیای واقعی اضافه میشه به این نمودار. این قسمتی که اینجا هستن افرادی هستن که
مدرک دارن ولی شایستگی ندارن، یعنی رفتن مدرک یه چیزی رو گرفتن ولی واقعا شایستگی انجام اون کار رو ندارن. و همچنین یه سری افراد دیگه هم اینجا هستن که شایستگی انجام اون کار رو دارن ولی مدرک ندارن و این دو تا دسته توی دنیا واقعی اضافه میشن. حالا چه اتفاقی میفته؟ زمانی که این قسمت نمودار بزرگ میشه، یعنی افرادی که مدرک گرفتن ولی شایستگی انجام اون کار رو ندارن. مثلا توی یک دوره شرکت میکنین، توی اون دوره چند هزار نفر چند صد نفر هستن، بعد به همشون هم مدرک میدن، اصلا کاری هم ندارن که طرف یاد گرفته نگرفته، هیچ کویزی وجود نداره، هیچ حالتی از محیط واقعی توی اون دوره وجود نداره و بدون آزمون و بدون هیچ چیزی به همشون همینجوری پشت سر هم مدرک میدن. وقتی این قسمت نمودار بزرگ میشه، یعنی یک سری آدم‌هایی رو داریم که مدرک دارن ولی شایستگی ندارن. وقتی این قسمت بزرگ میشه در واقع اون همبستگی شایستگی از بین میره، یعنی یه جورایی همبستگی منفی میشه. ما کلی آدم داریم که مدرک رو گرفتن ولی شایستگی ندارن و این اتفاقیه که باعث میشه یک مدرک بی ارزش بشه. و همچنین اگه این قسمت نمودار بزرگ بشه، یعنی ما افرادی رو داشته باشیم که شایستگی دارن ولی مدرک ندارن. توی خیلی از حوزه‌های کامپیوتر اینجوریه، مثلا تو اون زمینه مدرکی سرتیفیکیشنی وجود نداره ولی کلی آدم پیدا میشن که شایستگی انجام اون کارو دارن. تو این حالت تنها اتفاقی که میتونه بیفته تا شایستگی آدمو بررسی بشه اینه که یه نفر از اون شرکت که قبلا شایستگیش بررسی شده بیاد یه نفر دیگر رو بررسی کنه و معمولا این اتفاق توی مصاحبه ها میفته. مثلا توی مصاحبه ها شما یک نفری که قبلا تو اون شرکت شایستگیش تایید شده میاد و سعی میکنه شایستگی شما رو بررسی کنه، ببینه که آیا شما شایستگی کافی برای انجام اون کار رو دارین یا ندارین. حالا ما اصطلاحاً به افرادی که این قسمت نمودار هستن میگیم فالس نگاتیو. نگاتیو یعنی این که اینا مدرک ندارن ولی این فالس نگاتیوه، یعنی درسته که مدرک ندارن ولی شایستگی دارن و میتونن اون کار انجام بدن. و به این قسمت نمودار هم معمولا میگیم فالس پازیتیو، یعنی درسته پازیتیو مدرک داره ولی فالس پازیتیو، شایستگی انجام اون کار رو نداره. و این قضیه همبستگی شایستگی میگه که یا همون Certification Competence Correlation که اول ویدیو گفتیم، میگه که تا زمانی که این دو قسمت نمودار کوچیک باشه، یعنی این قسمتی که مدرک دارن ولی شایستگی ندارن و این قسمتی که مدرک ندارن و شایستگی دارن، تا زمانی که این دو تا قسمت کوچیک باشه ما میتونیم بگیم یک همبستگی شایستگی در این قسمت وجود داره. یعنی اکثر افرادی که این مدرک رو گرفتن، این سرتیفیکیت رو گرفتن، شایستگی انجام اون کار رو هم دارن و میتونن انجام بدن. زمانی که همچین اتفاقی بیفته، یعنی این دو قسمت کوچیک باشن، ما میتونیم این همبستگی شایستگی رو بین افرادی که مدرک گرفتن داشته باشیم و در این حالته که میتونیم بگیم این مدرک ارزشمنده. حالا من یه چند تا مثال براتون میارم. مثلا شما میرین یه دوره‌ای رو شرکت میکنین، توی اون دوره ازتون یک سری کویز گرفته میشه، سوال پرسیده میشه و حتی مثلا لابراتوار یا حالت آزمایشگاه دارن، شما میری تو اون لابراتوار شرایط محیط واقعی رو داره و شما انگار توی محیط واقعی داری اون کار رو انجام میدی. اگه با موفقیت انجام دادی حالا سرتیفیکیشن رو به شما میدن. اینها معمولا علائمیه که نشون میده یک مدرک ارزشمندیه. مثلا شما توی دوره‌های AWS یا سرتیفیکیت‌های AWS شرکت می‌کنی، یا مثلا تو سرتیفیکیت‌های کوبرنتیس شرکت می‌کنی، یا حالا هر نوع سرتیفیکیتی که این شرایط رو برای شما فراهم میکنه و اینجوری نیست که مثلا 5 تا 10 تا ویدیو ببینی تهش هم همون مدرک رو بهت بده. زمانی که این میشه گفت همبستگی به وجود میاد، این همبستگی شایستگی به وجود میاد و اکثر افرادی که اون مدرک رو میگیرن شایستگی انجام اون کار رو هم دارن، میتونیم بگیم آقای مدرک ارزشمندیه. معمولا کسی که اینو داره مهارت هم داره و شایستگی انجام اون کار رو داره و میشه گفت این منظور از همبستگی شایستگی همچین حالتاییه. ولی وقتی که این قسمت‌های نمودار بزرگ بشن، مثلا توی این قسمت همونطور که گفتم میرین توی یه دوره چند تا ویدیو میبینین، تهش یه مدرک به شما میده. معمولا تو این حالت دیگه نمیشه گفت که همه کسایی که اون یا اکثر کسایی که اون مدرک رو دارن
شایستگی هم دارن. در واقع برعکسشه، یک همبستگی منفی وجود داره و میشه گفت اکثر آدمایی که اون مدرک رو دارن شایستگی ندارن و نمیتونن اون کار رو انجام بدن و تو این حالت اتفاقی که میفته اینه که ارزش اون مدرک کم میشه. و حالا برگردیم به 2 تا اسلاید قبلی که این همین نموداری است که توی سایت آقای فولر هست که میگه که if the ratio of competent to incompetent is similar whether certified or not then the certification is of no value. یعنی اگر اون ریشیو یا اون در واقع مقیاسی که بین افراد شایسته و غیر شایسته وجود داره یکسان باشه یا حتی توی این نمودار بزرگ باشه، مثلا میبینیم که غیر شایسته ها بیشتر هستن، میتونیم بگیم اون مدرک ارزشی رو نداره. که همونطور که توی این نمودار میبینین و قبلش هم توضیح دادم، مثلا اینجا آدمایی که هستن یعنی سرتیفاید شدن ولی شایستگی ندارن، اینا تعدادشون خیلی بیشتر از افرادیه که سرتیفاید شدن و شایستگی دارن. پس تو این حالت میتونیم بگیم آقا این مدرک یا این سرتیفیکیتی که ما گرفتیم تقریبا ارزش خاصی نداره. و این اتفاقیه که شما میتونین هر نوع سرتیفیکیتی و هر نوع مدرکی که تو هر جایی میبینین، چون زیاد پیش میاد بچه‌ها مثلا میخوان مدرک بگیرن رزومه‌شون رو پر کنن، میخوان مدرک بگیرن پروفایلشون رو قوی کنن و اگه اون مدرک رو بذارین توی این نمودار میتونین متوجه بشین که اون مدرک چقدر ارزش داره و چقدر ارزش به رزومه شما اضافه میکنه. حالا یک کم بریم جلوتر. من اینجا یک تیکه‌ای از سایت آقای مارتین فالر رو آوردم و میخوام براتون توضیح بدم. میگه برای اینکه یک سرتیفیکیت کاربردی باشه نیازه که یک شایستگی همبستگی توی اون چیزی که سرتیفیکیت داره صادر میشه وجود داشته باشه. مثلا اگه آلیس یک سرتیفیکیت برنامه‌نویسی کلوجر رو داشته باشه، میتونیم بگیم احتمال زیادی وجود داره که آلیس یک برنامه‌نویس شایسته کلوجر باشه. بعد میگه این احتمال زیاد به معنی گارانتی نیست، یعنی ما نمیتونیم گارانتی کنیم که همه آدمایی که سرتیفیکیت دارن شایستگی هم دارن. میگه به معنای گارانتی نیست، اما باید به طرز قابل توجهی بیشتر از جامعه عموم برنامه‌نویسا باشه. یعنی زمانی که مثلا آلیس این سرتیفیکیت حالا برنامه‌نویسی کلوجر رو داره، میتونیم بگیم آلیس به احتمال خیلی زیادی اون شایستگی انجام کار رو نسبت به عموم جمعیت حالا برنامه‌نویسای کلوجر داره و اگه این اتفاق بیفته میتونیم بگیم که همبستگی شایستگی وجود داره. و حالا مدرک مثلا برنامه‌نویسی کلوجر که حالا اینجا مثال هست، مدرکی که میتونه شایستگی افراد نشون بده و یه مدرک ارزشمنده. و میگه دلیل بیزاری یا دلیل اینکه اکثر برنامه‌نویسا یا حالا اکثر آدمایی که هستن از مدارک مهندسی نرم افزار بدشون میاد و کلا با مدرک مخالفن و یه دیدگاه منفی دارن، اینه که ما هیچ وقت همچین همبستگی رو نمیبینیم یا در اکثر اوقات همچین همبستگی رو نمیبینیم. و میگه همچنین خیلی اوقات یه همبستگی منفی میبینیم، یعنی میبینیم که کلی آدم مثلا سرتیفیکیت یه چیزی رو گرفتن، از اون جامعه آماری تعداد خیلی کمیشون واقعا شایستگی انجام اون کار رو دارن و این باعث میشه که یک همبستگی منفی به وجود بیاد و زمانی که آدم اون مدرک رو ببینه میگه خب این احتمالاً مثلا معلوم نیست که بلده یا نه، ما نمیتونیم به راحتی اینو تشخیص بدیم. و این حتی میتونه واسه جاهایی که همینجوری فرت و فرت مدرک میدن تا حدی بد باشه. حالا میتونه این حتی دوره به دوره متفاوت باشه. مثلا ممکنه شما توی یک سایتی یک سری دوره ها رو بگذرونین خیلی راحت بهتون مدرک بده، ولی یه سری دوره های دیگه ازتون آزمون بگیره مدرک بده و خب این باعث میشه که اون مدارکی که مثلا یه مقداری آزمون داره، محیط واقعی داره، ارزشش بالاتر بره. حالا در نهایت هم میخوام بگم که بعضی از شرایط میتونن استثناء باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کنید یک برنامه‌نویس جونیور یا تازه کار رو در نظر بگیرین. یه برنامه‌نویس جونیور ممکنه که رزومش خیلی خالی باشه، مثلا رزومه پروپیمونی نداشته باشه. برای مثال یکی از شرایطی که میتونه استثناء وجود داشته باشه، حالا طبق چیزایی که من به تجربه توی رزومه و جاهای مختلف دیدم، میشه گفت این برنامه‌نویسای جونیور یه مقداری استثناء هستن. چرا؟ چون طرف مثلا میره یه سرتیفیکیتی رو میگیره، توی رزومش میذاره، رزومش رو یه کم پر میکنه، اما با اون سرتیفیکیت داره پشن یا شور و شوقش رو نشون میده. یعنی مثلا شور و شوق اینو داره که بره
توی یه دوره شرکت کنه، یه سری چیزا رو یاد بگیره و به نظر من واسه برنامه‌نویس جونیور میتونه حتی اون مدرکی که ارزشمند نیستن حتی اگه توی رزومش بذاره میتونه مفید باشه. یا حتی یه مثال دیگه بزنم، فرض کنید مثلا من دارم میرم یه چیزی رو یاد میگیرم که هنوز توی محیط واقعی استفاده نکردم. مثلا من میرم AWS رو یاد میگیرم، آزمون میدم حالا جاهای مختلف که محیط واقعی رو شبیه سازی میکنن و اونجا مثلا یه سرتیفیکیتی رو میگیرم. چون این اتفاق خیلی میفته دیگه، مثلا بچه‌ها توی ایران میرن توی سری سایت‌های آموزشی، حالا مثل کد کلاد، مثل اکلاد گروه، مثل جاهای مختلف و اونجا یک دوره رو میبینن، تو اون دوره هم یه سری اگزم وجود داره، محیط واقعی وجود داره، ولی نمیتونن برن مثلا از خود AWS مدرک رو بگیرن چون ایران تحت تحریمه و نمیشه. ولی اتفاقی که میفته طرف با اون مدرکی که میگیره میگه اوکی درسته من AWS رو توی ایران ندارم، استفاده نکردم، ولی انقدر شور و شوق اینو داشتم که برم یاد بگیرم، برم از اینجایی که میتونم سرتیفیکیت بگیرم. سرتیفیکیت هم میگیره میذاره توی رزومش و اینا تاثیرات مثبتی داره. برای همین من گفتم که این اسلاید رو آخرش بذارم که بعضی از شرایط به نظر من طبق چیزایی که حالا من تو هم بازار کار ایران هم خارج از ایران دیدم میتونه استثنا باشه. ولی هدف من از این ویدیو این بود که این قضیه رو توضیح بدم و همچنین بچه‌هایی که بعداً سوال میپرسن مثلا میگن آقا فلان مدرک رو برم بگیرم یا نه، فلان چیز رو برم بگیرم یا نه، این ویدیو رو بهشون بدم و بگم اوکی خودت هر مدرکی که میخوای و بگیر، بذار توی این نمودار، بعد متوجه میشی که این مدرک چقدر ارزش داره، چقدر ارزش اینو داره براش زمان بذاری، بگیریش، توی رزومه و پروفایلت بذاری و اینو بشه به همین راحتی از طریق این نمودار تشخیص داد. و در آخرم میخوام یک اسلایدی رو بیارم که بگم که آقای مدارکی که اصلا میشه گفت ارزشمنده اینا چه فوایدی میتونه داشته باشه. اینجا من 5 تا چیز رو نوشتم که حالا بیشتر خودم دیدم توی بازار کار و اینا برای مدارکی که اون همبستگی شایستگی توش وجود داره. به نظرم اولین نکته‌ای که داره اینه که باعث میشه مهارت‌های شما تقویت بشه یا اون اسکیل ست شما تقویت بشه. چرا اینو میگم؟ چون زمانی که شما واسه یه سرتیفیکیت شروع میکنین مطالعه کردن، معمولا میرین سراغ یه سری قسمتایی که حالت عادی ممکنه توی کار باهاش سر و کار نداشته باشین. یعنی مثلا من میخوام برم برای سرتیفیکیت کوبرنتیز بخونم، یه سری از سرفصل‌های اونجا سرفصلایی که من ممکنه توی کار روزانه‌ام باهاش سر و کار نداشته باشم، ولی چون میرم واسه اون سرتیفیکیت مطالعه میکنم مجبور میشم که همه اینا رو بخونم، حتی چیزایی که بهش علاقه ندارم هم بخونم و این باعث میشه که اسکیل ست من تقویت بشه. مورد دوم کردیبیلیتی یا یه مقداری اعتبار هست. مدرک میتونه اعتبار بده، مدرکی که ارزشمنده و اعتباری که میتونه بده چیه؟ مثلا شما این مدرک رو توی رزومه یا پروفایلتون میذارین و این قبل از شروع مصاحبه یک اعتباری میتونه به شما بده که مثلا درست شما با فلان ابزار یا فلان تکنولوژی توی محیط کاری قبلیتون کار نکردین ولی رفتین راجبش خوندین، اطلاعات دارین، سرتیفیکیت گرفتین و این یه مقداری اعتبار میتونه به شما بده و میتونه کمک کنه که راحت‌تر به پروسه مصاحبه برسین. ولی صرف این که یه نفر مدرک داشته باشه باعث نمیشه که اون کار رو بگیره. یعنی مثلا کسی نمیگه قربونت برم این مدرک رو گرفتی بیا این کار مال تو بیا حالا از این بعد انقدر پول بگیر، همچین اتفاقی نمیافته. ولی یه مقدار اعتبار میده و تسهیل کننده گرفتن مصاحبه است یا حالا تسهیل کننده این که یک اعتباری به شما میده یک کاری رو بگیره. مورد سوم به نظرم سلف کانفیدنسه. یعنی زمانی که شما یک مدرکی رو میگیرین باعث میشه یه مقدار اعتماد به نفس شما بره بالاتر. این میشه گفت یه مقدار چیز احساسیه. مثلا من میرم یه مدرکی رو میگیرم، یه احساس اعتماد به نفسی من میده که من همچین چیزی رو بلدم. البته باید حواسمون باشه این اعتماد به نفس کاذب نشه، یعنی اینجوری نشه که من بلد نباشم ولی فکر کنم بلدم، ولی خب یه مقداری اعتماد به نفس میده. مورد چهارم امپلویر بنفیت هستن که معمولا توی شرکت اروپایی و اینا رایجه که شما یک تارگتی مشخص میکنی، مثلا میگی من میخوام برم فلان مدرک رو بگیرم، بعد اونا برات یه سری شرایط رو فراهم میکنن و زمانی که سرتیفاید میشی توی زمینه ممکنه حتی حقوقت هم بالاتر ببرن. اینو من تو شرکت‌های ایرانی ندیدم ولی تو شرکت‌های اروپایی دیدم. به نظرم ارزش اینو داشت که اینجا بنویسمش.
و مورد آخر هم اینه که باعث میشه شما به صورت جهانی شناخته بشی و به نتورکینگ شما کمک میکنه. یعنی مثلا وقتی شما یک مدرکی رو میگیری میذاری توی پروفایل لینکدینت یا توی جاهای مختلف میذاری، باعث میشه که به صورت جهانی مقداری شما شناخته بشی و اگه مثلا داره اون ریکروتر یا کسی که دنبال نیروی کار میگرده سرچ میکنه، راحت‌تر به شما میرسه. و به نظرم این 5 از حالا فایده هاییه که یه مدرک ارزشمند میتونه داشته باشه. و در آخرم میخوام بگم که ما حالا تو این ویدیو راجع به همبستگی شایستگی مدارک صحبت کردیم، این که طبق چه شرایطی یه مدرکی میتونه مدرک ارزشمند باشه که مثلا محیط واقعی داره، آزمون داره، یکم سختگیری داره و به هر کسی به راحتی مدرک نمیده. اما میخوام اینو بگم که من خودم به شخص آدم مدرک‌گرایی نیستم و چه تو ایران چه خارج از ایران همکارایی داشتم و دارم که مدرک ندارن، سرتیفیکیت خاصی ندارن، ولی توی کارشون به شدت متخصصن، به شدت مهارت بالایی دارن، حتی مثلا مدرک دانشگاهی هم ندارن ولی تخصصشون خیلی بالاست. و میخوام بگم که بهتره که مدرک‌گرا نباشیم. صرف داشتن مدرک اتفاق خاصی بر آدم نمیفته، فقط بعضی از پروسه ها رو شاید تسهیل بکنه، بعضی از پروسه ها راحت‌تر بکنه، مثل پروسه گرفتن مصاحبه یا مثل اعتبار سازی قبل از اینکه وارد مصاحبه بشین، که یه چیزی به طرف نشون میدین، یه مقداری اعتبار میگیرین و بعد وارد پروسه مصاحبه میشین. اما صرف داشتن مدرک کسی نمیگه خب بدون مصاحبه بیا این کار رو بگیر و برو انجام بده. اون مهارت هست که به نظر من حرف اول و آخر رو میزنه. اما دوست داشتم تو این ویدیو راجع به این بحث همبستگی شایستگی مدارک صحبت کنم که بعدا هم بتونم بچهای دیگه‌ای که پیام میدم این ویدیو رو بفرستم و کمک کننده باشه. و دمتون گرم که تو این ویدیو همراه هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی منو خوشحال میکنین که لایک کنین و نظرتون هم برام کامنت کنین. و در ادامه هم 2 تا ویدیو دیگه میاد که از نظر محتوایی به این ویدیو مرتبطن و اگر مایل باشین میتونین تماشا کنین.